بسم الله الرحمن الرحیم. در شبه جزیره حجاز حدود 15 قرن پیش در خانواده‌ای والاتبار کودکی پاک و معصوم پا به عرصه گیتی نهاد و جهان هستی را با نور و هدایت خود منور نمود. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. آری، محمد به دنیا آمد و سعادت و نجات را با خود به همراه آورد. انسانها را از تاریکی‌های ضلالت، ظلم و ستم به روشنایی و هدایت و عدالت رهنمون شد. وی با برخورداری از پاکی و پاکیزگی، طینت سالم، سلامت روح و جسم، صداقت و درستی و هوش و استعداد سرشار در اوان جوانی به امین شهرت یافت. محمد آمد و آخرین منشور الهی را با خود آورد، اما دعوت وی بر کفار مکه گران آمده و تاب تحمل را از کف دادند. محمدی که خود لقب امین و درستکار به ایشان داده بودند، امروز به شخصی دروغگو، شاعر، جادوگر و کذاب تبدیل شده بود. لذا پس از 13 سال رنج و شکنجه و تبعید و محرومیت، وی را از وطن و زادگاه خود بیرون راندند. اما او ناامید نشد و به یثرب پناه آورد. انصار با جان و دل به پذیرش آمدند و در اعماق درون برایش کاخ جاودانه ساختند. محمد همچنان مثل کوه محکم و استوار در برابر ناملایمات ایستادگی می کرد و اصحاب کرام را از جهانگیر شدن این دین جدید نوید می داد. این منشور آسمانی گسترش یافت و تمامی سرزمین حجاز را فرا گرفت و جهل و تاریکی را زدود و خورشید تابان از زیر ابر سیاه پرتو افشانی کرد. در سالهای آخر رسالت این نور درخشان از مرز شبه جزیره فراتر رفته و به دوردستهای شامات رسید. تیرگی ها را کنار زده و زنجیر اسارت ستمگران درنده خوی ناجوان مرد را از هم گسست و به بشریت سرگشته و فرو رفته در منجلاب فساد و تباهی، سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را تقدیم نمود. اما سلاله ناپاک مشرکان همیشه در پی توطئه چینی و براندازی این دین عزیز بوده و در هر فرصتی از وارد کردن ضربه بر پیکر درخت قوی و تنومند اسلام دریغ نکردند. یکی از برگ‌های ننگین سلاله ناپاک مشرکان ایجاد فرقه تندرو و افراطی خوارج است که در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه به وقوع پیوست. کفار با ساخته و پرداخته کردن عده‌ای از سلاله شوم و نامیمون ذوالخویصره که می‌خواست عدالت و برابری را بر پیامبر عظیم الشأن یاد دهد، مسلمانان را به جان هم انداختند. آری، این عده از مسلمان نماها با شعار توحید و یکتاپرستی بزرگانی چون حضرت علی رضی الله عنه را به کفر و ضلالت نسبت داده و می‌خواستند به زعم باطل خود با کفر و ضلالت مبارزه نمایند. اما بنا به فرموده خداوند متعال و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین، نقشه کفار نقشه بر آب شده و توسط حضرت علی رضی الله عنه همگی سرنگون گشتند. اما کفار بیکار ننشستند و دوباره در طلیعه قرن 12 هجری همان خوارج ملعون را با شکل و قالب دیگری و با نام وهابی پای به میان کشیدند. آری، خوارج اگر پریروز حضرت علی را تکفیر می کردند، وهابی ها دیروز امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد ابن حنبل و یاران با وفای ایشان را تذلیل می نمودند. آنان این بزرگان دین را تحقیر کرده و به کشیش‌های مسیحی و خاخام‌های یهودی تشبیه می کردند. آنان می گفتند
طرائق صوفیه و مذاهب فقهیه همگی جزء مواردی است که اتحاد مسلمین را از بین برده و موجب تفرقه و فتنه می گردد. اسلام آنها را نمی شناسد و خداوند رسولش را از آن بیزار گردانیده است. اما امروز پس از گذشت 1400 سال و اندی از ظهور اسلام، همان کفار دین ستیز، کفار قسم خورده‌ای که پیوسته برای نابودی دین اسلام توطئه چینی می کردند، کفاری که روزی خوارج احمق و فرزندان احمق تر از آن یعنی وهابی ها را به کارزار با مسلمین فرستاده بودند، امروز نوه‌های آنان یعنی جماعت تکفیری را به نبرد با مسلمانان فرستادند. آنان می‌خواهند با شعار زیبا و فریبندی توحید و یکتاپرستی و با سخنان زهراگین و مسموم خرافات و بدعت مردم را به دین اسلام دعوت نمایند، اما نه آن دینی که رسول مکرم اسلام به ارمغان آورده بود و نه آن دینی که اصحاب و تابعین رنجها و شکنجه‌ها را در راه آن متحمل شده اند، بلکه دینی انگلیسی و دینی آمریکایی که توسط کارتل‌های نفتی آمریکایی و لاوی‌های کافر صهیونیسمی ساخته و پرداخته شده و به سوی مسلمین فرستاده شده است. آری، اینان مبلغان چنین دینی هستند. چگونه از آنان هدایت و روشنگری را امید داشت، در حالی که رهبر آنان با نهایت بیشرمی و وقاحت بالای منبر رسول الله میگوید من لم یشکر الانگلیس لم یشکر الله، یعنی هر کس شکر انگلیس را نکند شکر خدای را بر جای نیاورده است. پناه بر خداوند بزرگ از شر شیاطین. درد اختلاف و تفرقه همه مسلمانان جهان به ویژه جوانان را فرا گرفته که منشأ آن عملکرد داعیانی است که با نام اسلام مسلمین را سردرگم کرده، جوانان را به دشمن یکدیگر تبدیل ساخته و با منحرف نمودن نسل جوان از مسیر واقعی اهل سنت و الجماعت آنان را برای مخالفت با مسلمانان پرورش می‌دهند. این در حالی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند گروهی از داعیان بر در جهنم می ایستند و پیروانشان را به داخل آن می افکنند. آنان همیشه از مجاهدت و مبارزات سخت پیامبر سخن به میان می آورند، در حالی که معتقدند پیامبر مرده و نعوذ بالله استخوان‌های ایشان پوسیده است. وی هیچ چیزی را نمی شنود و کسانی را که به زیارت ایشان می آید نمی شناسد. آنان با نهایت بیشرمی و جسارت فریاد میزنند عصای دستم بهتر از محمد است، زیرا با عصایم میتوانم مار و یا سایر حیوانات وحشی را از بین ببرم، اما محمد مرده و جز نامی از وی چیزی به جا نمانده است. محمد کر است و چیزی را نمیشنود. آری، امروزه چنین افرادی داعیان و هدایتگران عرصی دین هستند. این افراد می‌خواهند مردم را به دین اسلام، دینی که توسط کفار ساخته و پرداخته شده است، دعوت نمایند. قطعاً مصیبت بزرگی است که دزدان و غارتگران بخواهند حافظ امنیت و سلامت جان و مال انسانها باشند. مصیبت بزرگتر از آن وقتی است که عده‌ای جاهل و فریب خورده ادعای دروغین آن تبهکاران، غارتگران و مزدوران را باور کنند و جان و مال و ناموس خود را در اختیار آنان قرار دهند. آسانترین و راحتترین سخنی که از دهان اینان خارج می شود کلمه کفر، شرک، بدعت و خرافات است، بدون آنکه معنی دقیق آن را بدانند و بفهمند و بدون در نظر گرفتن اینکه چه عذاب بزرگی در نسبت دادن یک فرد مسلمان به کفر وجود دارد. آنان فکر می کنند هرگاه دختران و زنان در پی کسب علم و دانش و در پی اطلاع از عقاید و باورهای صحیح اسلامی برآیند، به خودنمایی زنان که به صورت استفاده ابزاری در جوامع غربی متداول گشته است شباهت پیدا می کنند، اما غافل از این که مصدر وظایف در شرع مقدس اسلام فقط و فقط بندگی و عبودیت است. عبودیت است که انسان را وادار می سازد تا راه و روش صحیح بندگی را فرا گیرد.
عبودیت و بندگی خداوند سبحان یکی از نخستین حقایق اسلام و روشنترین واقعیت در نظام آفرینش است که برای هر مکلف عاقل و بالغ اعم از مرد و زن دانستن طریقه آن لازم و لابدی می باشد. با درک این مهم چگونه می توان زنان با حیا، عفیفه، مؤمن، پاک دامن و مسلمان را به زنان هرزه و خیابانی کفار تشبیه نمود؟ در این سلسله برنامه در صدد آن هستیم تا اعتقادات صحیح اهل سنت و الجماعت را طبق استدلالات مجتهدین بیان کرده و از باورهای دروغین و اسلام نمایی که جدیداً از سوی کفار و غرب وارد اسلام شده است آشنا شویم. امیدواریم که مورد رضایت خداوند متعال واقع افتد.